کسی هست نامش عبدالله، برادرش نامش نام یکی از حیواناته. او که از دنیا میره، عبدالله مثلا حکومت رو دست میگیره. او وقتی از دنیا رفت، روز شماری کنید برای ظهور، من مژده ظهور رو به شما میدم. آقای کورانی که شاید یکی از پیشتازان در نوشتن کتابهایی برای علائم ظهور باشه و کتاب جدید ایشون رو حتما بگیرید بخونید. ایشون توی مصاحبه صریحا فرمودن این عبدالله همون عبداللهی است که گفتن. این عبدالله همون عبداللهی است. جرأت میخواد گفتن این حرف. ایشون به طور قاطع گفته این حرف. ایشون به طور قاطع گفته این حرف. مصاحبه ایشون رو بخونید. ایشون تو اون مصاحبه میگه من حتی به وهابی ها یا منطقه حجاز هم گفتم نمونید اینجا، شما همتون باید برید طرف شامات، چون در اخبار آخر الزمان هست، شما میرید اونور، اینجا دیگه برای شما امن نیست. همین بحثایی که آقایشون فوت کرده، نه فوت نکرده، نه فوت کرده، نه فوت نکرده، کی گفته فوت کرده؟ همین شایعاتی که پیش میاد و میره تو روایات همین هم فرمودن که 3 مرتبه خبر مرگش اعلام میشه بعد رد میشه، بعدش هم که از دنیا میره مخفی میکنن تا مدت‌ها. کیسینجر رفته مصاحبه کرده گفته اگه فرد از دنیا رفت مخفیش بکنید. یکی از زمینه‌های ایمان، یکی از